امیر تتلو اشتباه کرد. داداش نکن، به این رفقای اطرافت حواست باشه که 95% آرتیستا، خواننده ماننده هایی که الان دارن تو ایران کار میکنن که هر کاری که بگی کردن و دارن میکنن، ولی راشو ظاهرا بلد بودن. مگه شوخی یه آدم اینقدر کار تولید کنه؟ تو هنرمندی، نه یه سلبریتی توی اینستاگرام تو رو دیوار دل مردم داری چیز می‌نویسی. خیلی خفنه این چیزی. ماسکه رو گذاشت که بگه به من میگید بد، به من میگید دیوانه، شرور، بزهکار، باش من همون میشم که شما میخواید. وقتی هم که مخاطب و سنشون میاد پایین‌تر بازم جدی‌تر میشه. دلم برای اون استعداده میسوزه. آخه اصلا دیوانشم یونیورسال آلمان اومد دنبالت، بعد تو بزنی همه رو خراب بکنی. چجوری یه سری فاسد شیاد باندباز فاندباز دارن پول پارو میکنن، بعد یک هنرمند یا آرتیست با این حجم از استقبال و اقبال عمومی اینطوری به خاک سیاه نشونده بشه؟